نرخ ارز باثبات یعنی که یه حوله محوری برای 5 سال برای 10 سال قابل پیش بینی باشه با کمترین نوسانات. طی دهه 80 یه بخشی از دهه 80 اتفاق افتاد. در انتهای دهه 80 شما سرمایه‌گذاریتون رکورد تاریخ رو زد. چرا؟ چون سرمایه‌گذاری تابع نرخ ارز باثباته. اگر نرخ ارز رو رها کنی با توجه به شرایط کشورتون، شما حتما منافع دیفلیت میکنه، تخلیه میکنه، منابع شما رو میبره. گرانترین منابع کشور چیه؟ نیروی انسانیشه. حجم زیاد نیروی انسانی در کشور خارج میشه، متخصص، پزشک. دوم ماده اولیه است، منابع کشوره. کلینکر صادر میکنن، فولاد کالای حجیمه. کالای حجیم یعنی حمل و نقل بالایی داره. چی میشه این کالا به صرفه میشه برای صادرات؟ معلومه، چون ارز خیلی بالاست. این جهشه منابع شما رو تخلیه کرده، صادرات رشد نداده که. افزایش نرخ ارز، جهش یکباره نرخ ارز درآمد صادرکننده رشد میده ولی صادرات رشد نمیده. شواهد هم نشون داده.